این باکس به نظرم یکی از کادوهایی که هر دختری دوست داره داشته باشه. خوش اومدیم به این ویدیو. با من قرار موهامون رو خیلی خوشگل درست کنیم، ولی این دفعه با دایسون. بالاخره من قشنگترین کادویی که میتونستم بگیرم و گرفتم و قراره برای دفعه اول با هم بازش کنیم هم تستش کنیم. بریم. این دسته خود دایسونه که حالا باید باز بشه. خیلی دوستش دارم. بازش میکنم. میبینیم سریاییه که باهاش میاد. یه سری دیگهش فکر میکنم این مال همین سشوار کردن معمولیه. این سریشی که فکر میکنم توماتو با این مثلا میکشی روی مو، هم یک ذره لختی میده هم خشک میکنه. این سری که من اول باید استفاده کنم برای اینکه موهامو خشک کنم. چقدر صورتش نازه. و این دوتا سریای معروفی که باهاش کرلی میکنن. و این که از درشت میره به یکم باریک‌تر. میام یه جاش نوشته بودم توش گیره داره، ولی گیره نداره. من ندیدم. نداره بودم. چیه؟ باز کردن اینو آیفونی که از لذت بخش‌ترین هاست به نظرم. قبل از شروع کردن هر نوع چیز حرارتی لطفاً از این اسپری ها بزنید، چون موهاتون رو واقعا داغون میکنن. حالا دایسون میگه که نمیکنه و کمتر میکنه یه جورایی، ولی بازم بزنین و بزنین که موهاتون قشنگ سالم بمونه. یه چیز خوب بگیرین، چون واقعا مو و پوست ما خیلی مهمه به نظرم. بعد شروع میکنم به یکم خشک کردن، تازه نفر کردم. بعد فکر کنم رو حالت سردش بذارم اول ببینم چجوریه. نمیدونم بین این دوتا سریاش موندن الان، ولی فکر میکنم معروفش اینه یا اینم همینجور کار میکنه. اینجا هم دوتا. این رنگ رنگی خودش جمع میشه. جمع که میشه واقعا نفید. اوکی ولی زود باز میشه این. نه این نمیخوام، چه اینجوریه. از این در میخوام میگیره این ولی نه فقط به روش اصلا داغ نیست. اینو بعد یه مشکل دیگه دارم، این بالا رو کاری نمیکنه. من اینجا موج داره آخه، باید یه کاری بکنی برامون دوست عزیز و نازنینش امتحان میکنم نفه. اینم همینجور جمع میکنه. جمع میکنه. اینکه خودش همه رو جمع میکنه خیلی چیز عجیبیه و خیلی خوبه. باز میکنیم و از این طرف میریزیم. الانش که خیلی قشنگ. اوکی این از این. میدونستین ما تنها کسایی نیستیم که به بیگودی میگیم بیگودی. اون دوستم که اومده بود اینجا آرایشش کنم یه دختر آلمانی قزاقستانی بود و خب قزاقستانی به زبان فکر میکنم روسی صحبت میکنن و خب اونا هم بهش میگفتن بیگودی. خب
اینم از مو تموم شد فکر میکنم. اگه راه بیفتی فکر میکنم تمام میکنی توی 1 رو یا 10 دقیقه. البته من حجم موها اونقدر زیاد نیست، ولی کلا اونقدر سخت نبود. کلا کارباش واقعا سخت نیست و بریم میکاپ کنیم، بیایم نتیجه رو ببینیم. منتظر این صحنه بودم که میکاپم تمام بشه برم سراغ موهام ببینم چیکار کردین دایسون. آها هایلایتر نزدیم. خیلی خوشگل هایلایتر ناز. ببینش تو رو خدا چقدر تو نازی. همینو همینجوری بزنیم سر ببینیم. اوه زیاد شد. یکم اینجا. اصلا میزنم تو این و اینجا. یکم تو این نقطه های شقیقه و یکم روی گونه. اینم از این میکاپ. آقا من که خیلی منتظرم برم موهامو باز کنم ببینم دایسونه چه گلی به سرم زده. شما که تا اینجای ویدیو نگاه کردین لطفا هم سابسکرایب کنین، هم ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین، هم لایک کنین. لطفا کامنت بذارین که دیگه خیلی خوب میشه. اوکی. عالیه، خیلی خوبه. من برم اینو درست کنم. آقا این شد از نتیجه. من نتیجهشو خیلی دوست دارم. یکم پف داره ولی به نظرم این پف میخوابه و اون چیزی که میمونه قشنگ میشه. اگه قول بده که بمونه همین و تکون نخوره من دوستش دارم. به نظرم چیز قشنگیه و دوست دارم دیگه. همین چی بگم. فرق وسطش هم ببینین. آره. اینم این از فرق وسط. اینکه انقدر پف داره و سالمه من خیلی دوست دارم. دیگه همین. تا ویدیوی بعد. فعلا خدافظ.